سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. برازنده هستم و امروز میخوایم با هم مبحث معادله خط کتاب نهم که میدونم خیلیاتون باش مشکل دارین و با هم یاد بگیریم به راحتی در مدت کوتاه و تمام نکاتش رو با هم آموزش میبینیم. سوالاتی که ممکن تو امتحان نهایی طرح بشه، سوالاتی که تو امتحان مدرسه ازتون پرسیده میشه رو کامل اینجا یاد میگیریم. پس با من همراه باشین تا این مبحث رو بهتر کنیم. بچه‌ها از همین ابتدای کار بگم قراره توی این مبحث چه اتفاقی بیفته تا شما خودتون بدونین قراره دنبال چی باشین. ما توی این فصل میخوایم معادله یک خط رو بنویسیم. خب همونطور که میدونین و از کتاب هفتم و حتی ششم آموزش دیدین، ما یه جدول مختصاتی داریم که جدول مختصات از دو محور x ها و y ها تشکیل شده، یا به محور x ها میتونیم محور طول ها هم بگیم. از محور طول ها و محور ایگرگ ها رو میتونیم ارزها بنامیم، از محور ارزها تشکیل شده. همونطور که میبینیم ما 4 تا ناحیه داریم: ناحیه اول، ناحیه دوم، ناحیه سوم و ناحیه چهارم. این چیزیه که باید از سالهای پیش یادتون باشه. حالا فکر کنین من یک خط صاف میخوام بکشم، حالا مثلا به این صورت از ربع 1 رد بشه، از ربع 4 رد بشه، از ربع 3 هم رد بشه. میخوام ببینم که این معادله خط من چه تفاوتی با این معادله خط داره، یا این معادله خط صورتی با این خط سبز توی چه نقاطی با هم برخورد میکنن، توی چه نقاطی با هم متفاوتن. x مثلا 5 در صورتیه چند میده، ایگرگش رو چند به ما میده، اینجا چنده، یا مثلا x5 در اون سبزه در خط سبز به ما چی میده. اینا همه بستگی معادله خط داره، یا اینکه دهن خط چقدر باز شده، این اصلا به چی بستگی داره. اینجا ما اینقدر باز کردیم خط صورتیمون رو، اینجا خط سبز اینقدر باز شده. اینا به چه چیزهایی مربوط میشه؟ همه به معادله خطش رو مربوط میشه. حالا معادله خط یه فرمول کلی داره که باید حفظ باشین و این نکته حفظی از تمام حفظیات این فصل مهمتره. چرا؟ چون معادله خطه. معادله خط فرمولش هست ax به اضافه b مساوی با y. خب همونطور که گفتم شما الان x و y رو میشناسید. x یعنی طول شما، یعنی شما از مبدأ از صفر که شروع کردین چقدر جلو رفتین یا چقدر عقب رفتین، و y یعنی عرض، یعنی اون طولی که حالا جلو رفتین یا عقب رفتین چه ایگرگی به شما داده. این میشه طول و عرض همون x و ایگرگتون. دو تا چیز دیگه من اینجا میبینم، یه a میبینم و یه b میبینم. a و b چیه؟ a شیب خطه. شیب یعنی چی؟ بچه دقت کنین، مثلا همین خط صورتیه به نظر شما شیب بیشتری داره یا این خط سبز؟ یعنی اگه این یه سرسره باشه شما تو کدوم یکی از این سرسره ها با سرعت بیشتری فرود میاید؟ طبیعتا رو خط سبز، درسته؟ پس خط سبز شیب خط بیشتری نسبت به خط صورتیمون داره. حالا این شیب خط رو باید از کجا پیدا بکنم؟ دوباره شیب خط یه فرمولی داره که در ادامه با هم یاد میگیریم. قبلش عرض از مبدأ رو بگم که عرض از مبدأ رو بلد باشیم. عرض از مبدأ یا همون b یعنی چی؟ یعنی فاصله ای که خط شما با محور ایگرگ ها یعنی اینجا قطع میکنه. مثلا عرض از مبدأ دوتاشون تقریبا میشه اینجا، دوتاشون چه صورتیه چه سبزه محور ایگرگ ها رو توی این نقطه قطع کرده. ما بهش میگیم چی؟ عرض از مبدأ. یعنی چی؟ یعنی فاصله ای که از مبدأمون رو نگاه کنیم، با نقطه سبز رنگ دارم نشون میدم، از نقطه سبز رنگ تا این فاصله چقدره؟ مثلا اینجا -2، پس عرض از مبدأ میشه -2. پس عرض از مبدأ فاصله نسبت به مبدأ، فاصله نسبت به مبدأ. دقت بکنین که منظور ما حتما جاییه که محور ایگرگ ها رو قطع بکنه. پس من اینم براتون یادداشت میکنم، نقطه‌ای که محور ایگرگ ها را قطع کرده. خیلی مهمه که شما بتونید عرض از مبدأ رو چه از روی شکل و چه از روی معادله خطتون تشخیص بدید.
پس آیکس به اضافه مساوی ایگرگ رو الان میشناسیم. بریم سراغ فرمول شیب خط. بچه شیب خط فرمولش هست مساوی با اختلاف ایگرگ ها به روی اختلاف ایکس ها. یعنی چی؟ همیشه شما احتمالاً البته توی سوالاتی که میبینین 2 تا نقطه بهتون داده میشه، یا 2 تا نقطه بهتون داده میشه، یا 2 تا نقطه از روی شکل باید پیدا کنین. در هر صورت 2 تا نقطه شما باید پیدا بکنین و شما با داشتن 2 تا نقطه میتونین خیلی کار انجام بدین. حالا مثلا من یه معادله خط دیگه اینجا براتون میذارم. این محور x و y گامه، همونطور که مشاهده میکنین اینم خطمه و میبینم که مثلا توی نقطه 1 به من 3 داده. این نقطه A رو میگم، یا اسمش رو بذاریم نقطه C که با اینا اشتباه نشه. نقطه C الان چیه؟ xش 1 یش 3، پس نقطه C 1 3 هستش. از اون طرفم مثلا یه نقطه دیگه هم من داده، نقطه 2 کجا قطع کرده؟ اینجا ایگرگش چنده؟ ایگرگش رو مثلا داده 4. خب اینم بذاریم نقطه D و نقطه D مونم مختصاتش هست 2 4. خب بچه ها شما 2 تا نقطه داریم. با داشتن 2 تا نقطه باید بتونید شیب خطتون رو مشخص بکنید. حالا شیب خط اینجا میشه چی؟ اختلاف ایگرگ ها. یادتون باشه یعنی ایگرگ 2 منهای ایگرگ 1 به روی x2 منهای x1. ایگرگ 2 چیه؟ یعنی ایگرگ یا همون عرض نقطه 2. خب نقطه 2 من کدومه؟ نقطه 1 من کدومه؟ اون 2 تا نقطه‌ای که دارین هر کدومو که خودتون دوست داشتین، هیچ فرقی نداره. نقطه 1 در نظر بگیرین، اون یکی رو نقطه 2 در نظر بگیرین. مثلا من دوست دارم سیمو نقطه 1 هم در نظر بگیرم، نقطه 1 و دیمو نقطه 2 در نظر بگیرم. حالا همونطور که مشاهده میکنین ایگرگ 2 من میشه این 4، این میشه ایگرگ 2، یعنی عرض نقطه 2. یا این سیه میشه عرض نقطه 1 و این میشه ایگرگ 1. از اون طرف در مورد ایکس هم این میشه چی؟ x2 یعنی طول نقطه 2. این چی میشه؟ طول 1 یعنی x1 طول نقطه 1 هم. حالا اینجا میبینین x1 y1 x2 y2 مشخصه، همینو میبرین میذارین تو فرمول آ یعنی شیبتون. پس شیب شد y2 منهای y1 x2 منهای x1. y2 چنده؟ 4 همونطور که اینجا مشاهده میکنید. منهای y1 هم چنده؟ 3 منهای 3 به روی x2 2 x1 مونم 1 میشه 2 منهای 1. خب همونطور که میبینین 4 منهای 3 1 2 منهای 1 1 1 یکم برابر با 1. تمام. پس شیب خط این آبی رنگه چنده؟ 1. درست شد؟ خب حالا دیگه من چی دارم؟ اینجا رو احتمالاً بهتون بچه ها باید بده. حالا مثلا من اینجا ندادم ولی خودش بهتون میده. اینجا چنده؟ 2. چرا من به اینجا تمرکز کردم؟ چون این دقیقاً عرض از مبدأ منه. چون فاصله ای که این خط آبی رنگ محور ایگرگ ها رو قطع کرده این بنفشه است. بنفشه چه فاصله ای نسبت به مبدأ من داره؟ 2. پس B چنده؟ B برابر با 2. این هم از این. تمام. فرمول رو میتونین یادداشت کنین، آ و بیتون رو جاگذاری کنین و معادله خطتون رو بنویسین. الان اینجا معادله خط آبی میشه چی؟ میشه AX. آمون چنده؟ آ رو به هم داد یعنی خودم به دست آوردم 1 میشه 1x به اضافه b بیمون 2 مساوی با y. تمام. به همین راحتی شما میتونید معادله خط بنویسین. تمام. شیب رو از روی فرمول به دست آوردین، عرض از مبدأ رو از روی شکل به دست آوردین و دیگه بقیه‌اش هم داخل فرمول جاگذاری کردین.
این مورد اول که باید بلد باشین. خب بچه‌ها تا الان یاد گرفتیم. پس فرمول معادله خط میشه ax به اضافه b مساوی y. قرار شد این رو حفظ بکنین. آ شیب خطتون بود که از فرمول اختلاف y ها به روی اختلاف x ها، یعنی y2 منهای y1 و x2 منهای x1 به وجود میاد. نقطه 2 یکم هر جور خودتون دوست دارین میتونین انتخاب بکنین و b هم عرض از مبدأتونه، یعنی نقطه ای که y ها رو قطع کرده فاصلش تا مبدأ چقدره. اینو تا اینجا یاد گرفتین. حالا بریم ببینیم سوالا به چه صورته، یا تو سوالات نهایی سوالات مدرسه قراره چی ببینیم. این سوال یکی از سوالاتیه که حتما یا تو امتحان نهایی یا تو امتحانات مدرسه خواهید دید. یعنی شما با داشتن 2 تا نقطه باید بتونید معادله این خط رو بنویسید. پس دلتون باشه اینو من مینویسم یادتون بمونه که با داشتن 2 نقطه از یک خط باید بتوانید معادله آن را بنویسید. خب چجوری من باید معادله‌اش رو بنویسم؟ بالا یاد گرفتیم. اگر میخوام معادله خط رو بنویسم قدم اول اینه که شیب را پیدا کنم. شیب رو از کجا پیدا میکنم؟ از فرمول داره. اینو خیلی راحت با فرمول به دست میاریم. الان بریم با این 2 نقطه‌ای که داریم شیب خطش رو پیدا کنین. هر کدومو که دوست دارین 2 بدین، هر کدوم دوست دارین 1 بدین. من دوست دارم بیمو نقطه 2 در نظر میگیرم، آ رو نقطه 1 در نظر میگیرم. کاملا دل بخواه، هیچ تفاوتی نداره. یعنی شما اگه برعکس اینم بردارین، به آ بگین نقطه 2، به بی بگین نقطه 1، بازم شیب خطتون همین در میاد. خب بریم ببینیم. آ برابر با، پس این قدم اول، آ یا همون شیب خطتون برابر با y2 منهای y1 به روی x2 منهای x1. خب y2 من کدومه؟ y2 یعنی عرض نقطه 2 اینه، این میشه y2. y1 هم کدومه؟ این 6، این میشه y1. خب اگر این y شه پس بالایی میشه x دیگه. اگر این موضوع براتون کامل واضح نیست حتما برگردین کتاب 7م 8م فصل مختصاتتون رو بخونین، پایه این فصل هستش. خب این x2 مون بود، این x1 مونه، طول نقطه 1. خب برم جاگذاری کنم. y2 هست 7، y1 هست 6 منهای 6، x2 مون 6، x1 4 منهای 4، 7 منهای 6 1، 6 منهای 4 2. پس آ یا همون شیبم میشه 1/2. هیچ مشکلی هم نداره که کسری باشه. خب قدم دوم چیه؟ آقا من الان اینجا شکل ندارم، نمودار ندارم. توی قسمت بالا ما نمودار داشتیم، میتونستیم که از روی نمودار تشخیص بدیم که عرض از مبدأمون چنده. اینجا من بهتون نمودار داده بودم، حالا اینجا نمودار ندارم که بیشتر اوقات هم واقعا بهتون نمودار داده نمیشه، پس عرض از مبدأ نمیتونین از روی نمودار تشخیص بدین. باید چیکار کنم؟ قدم دوم اینه که شما میایین یکی از نقاط رو به همراه شیب خطی که به دست آوردین داخل فرمول ax به اضافه b مساوی y جاگذاری میکنین. پس چی شد؟ در فرمول اصلی یکی از نقاط و شیب خط را جاگذاری میکنین. چرا این کار رو میکنین؟ تا عرض از مبدأ به دست آید. الان با هم ببینیم چجوریه، بعد خودتون هم دیگه از این به بعد یاد میگیرین، میتونین انجام بدین. فرمول اصلیمون چی بود؟ فرمول اصلی بود ax به اضافه b مساوی با y. خب من الان دارم میگم چی رو جاگذاری کنین. ما داریم میگیم یکی از نقاط رو، آقا کدوم نقطه رو جاگذاری کنم؟ هر کدوم رو دوست داشتی. من دوست دارم مثلا آ رو میخوام جاگذاری کنم، پس من میخوام جاگذاری نقطه آ رو انجام بدم. اگر نقطه بی رو جاگذاری کنید میبینید باز فرمول همون به دست میاد، هیچ فرقی نمیکنه. یه دونه آ رو باید جاگذاری کنم، یه دونه هم شیب خط رو. پس من آ رو دارم، x هم دارم، y هم دارم، پس طبیعیه که فقط این مجهولتون میشه.
و میتونید از اینجا B رو به دست بیاریم. بریم با هم جاگذاری کنیم. آ چنده؟ آ رو بالا در بردم 1/2. 1/2 ضرب داره. چرا ضرب بذارم؟ چون وقتی AX بینش هیچی نیست، بینشون ضربه دیگه، پس آ باید ضرب در X بشه. کدوم نقطه رو میخوام جاگذاری کنم؟ آ رو. Xش چنده؟ 4. پس 1/2 ضرب در 4 به اضافه B. B چنده؟ B رو ندارم، پس همون B یادداشت میکنم مساویه با Y هم چنده؟ 6. اینجا هم 6 میذارم. خب بچه یه معادله کتاب هفتم خیلی راحت میتونیم به دست بیارین. آقا 2 رو با 4 ساده میکنم میشه 2. از اینجا B به دست میاد 4. چقدر راحت. B رو دارم، آرم دارم. خیلی راحت و ساده میتونم دیگه فرمولم رو بنویسم. فرمول چی بود؟ AX به اضافه B مساویه با Y. خب چی رو جاگذاری میکنم؟ آ و B رو. چرا؟ اینم حواستون باشه بچه، نکته است. توی یه معادله خط آ و B اون دوتا پارامتری هن که ثابتن، یعنی هیچ وقت تغییر نمی کنن. آ همیشه 1/2 مثلا برای این خط، B هم همیشه 4 برای این خط. ولی بچه X و Y تون تغییر میکنه، یعنی X و Y متغیرتونه. یه موقع شما نقطه مثلا 4 6 دارین، یه موقع نقطه 6 7 دارین، پس X و Y ممکنه که متفاوت باشه، اینا متغیره. پس وقتی میخوام فرمول رو بنویسم کدوم رو مینویسم؟ فقط آ و B رو مینویسم، یعنی X و Y رو همون جوری X و Y میذارم بمونه. خب آم چند بود؟ آ 1/2، X هم که گفتیم خودش رو میذاریم به اضافه B به اضافه 4 مساویه با Y. تمام. این میشه معادل خط این سوالی که به من داده بود. خطی داریم که از نقطه فلان و فلان عبور کنه، معادل خطش میشه این. خب با داشتن معادل خط شما باید یه کار دیگه هم بتونید انجام بدید. ممکنه سوال بگه این خط مثلا طول 6 را در چه عرضی قطع می کند؟ این جمله یعنی چی؟ این سوال چی میگه؟ این سوال میگه که من با مشکی هم براتون نویسم که بدونید این سواله. خیلی کامل و واضح خودش داره میگه طولم 6. طول 6 یعنی چی؟ طول چیه؟ طول Xه، درسته؟ X 6 در چه عرضی؟ یعنی Y رو ازتون میخواد. خب آقا من فرمول دارم، توی این فرمول برو X تو بذار 6، Y تو به دست بیار دیگه، به همین راحتی. خب پس من میرم میذارم 1/2 ضرب در X همو داده 6 به اضافه 4 مساویه با Y. از اینجا دوباره یه معادله ساده هفتمی حل میکنم. 2 به 6 میشه 3 به اضافه 4 میشه 7. Y مساوی 7. البته بچه اینو من همینجا خودم داده بودم. میتونیم حالا مثلا نقاط طول دیگه ای رو بزنیم، مثلا طول نمیدونم 8 7 8. اینم از این. اگرم خواست ازتون که نمودارش رو بکشین، خیلی راحت میاین محورهای X و Y تون رو میذارین، عرض از مبدأتون رو اول مشخص میکنین. آقا عرض از مبدأ 4، به این صورت خطتون رو میکشین. این میشه این خطی که من الان اینجا دارم، به همین راحتی. امیدوارم این مبحث رو خوب یاد گرفته باشین. توی ویدیوهای دیگه حتما نمونه سوالات بیشتری حل میکنیم. نمونه سوالات نهایی رو میخوام براتون حل بکنم. این ویدیو رو بارها و بارها ببینین تا کامل مسلط بشین. قدم به قدم هم براتون گفتم که بتونین معادل خط‌ها رو به سادگی و راحتی یادداشت بکنین. هر سوالی داشتین میتونین با من در ارتباط باشین، ازم بپرسین و همین. امیدوارم موفق باشین. خدا نگهدار.